نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. خب سوره مبارکه لقمان را خواندیم، به سوره سجده رسیدیم. ببینید از سوره فرقان تا لقمان موضوع این بود که بغیر از الله هیچ مدبر نیست، هیچ متصرف نیست، هیچ برکات دهنده نیست. لذا در حاجات، در مشکلات بغیر از خدا کسی را نخوانید، فریاد نزنید. اکنون در سوره سجده میخوانیم همانطور که غیر از خدا برکات دهنده نیست، مدبر و متصرف نیست، در روز قیامت شفیع قهری هم نیست. لذا دل نبندید به معبودان باطل که برای ما شفاعت میکنن، نه، کاری نمیتونن بکنن. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. الله میفرماید این کتاب نازل شده از جانب، تنزیل الکتاب نازل کردن کتاب که لا ریب فیه، هیچ شکی نیست. در چه شکی نیست؟ در این که من رب العالمین، از جانب رب العالمین است. ام یقولون افتراه، سرزنش و زجر بر مشرکان. ام به معنی بل هست، بلکه این مشرکان میگویند که افتراه و پیغمبر از خود درست کرده، این کتاب را افترا کرده. بل هو الحق، الله جواب میده اونطور نیست، بلکه این حق است. من ربک، از جانب ربت هست. چرا خدا فرستاده؟ لتنذر قوما ما اتاهم، تاکه بترسانی ای حبیب من، ای نبی من، قومی را که ما اتاهم من نذیر من قبلک، نیامده پیش از شما هیچ نذیری. این زودی ها زمان طولانی هست. لعلهم یهتدون، حکمت انذار. ببینید توجه داشته باشید که بعد از سیدنا اسماعیل علیه السلام بر اهل مکه هیچ که نازل نشده بود، هیچ که مبعوث نشده بود. حضرت عیسی، حضرت موسی، بقیه انبیاء بنی اسرائیل اونها مبعوث شده بودن، اما برای بنی اسرائیل، نه برای عربها. برای عربها هیچ که نیامده بود. لذا بعد از اسماعیل الله میفرماید ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون. الان دلائل توحید اینجا هم شروع میشن. اما بر اینکه هیچ شفیعی در دربار الله وجود ندارد. الله الذي خلق السماوات والارض، الله ذاتی هست که آفرید آسمان ها و زمین را و ما بینهما و ما بین آنها را فی 6 ایام، در مقدار 6 روز. این را به تفصیل بحث کردیم، همون کافیه. ثم استوى على العرش، سپس بر عرش مستوی شد. این هم عرض کردیم که از متشابهات است، والله اعلم بمراده. بعضی گفتن کنایه از ملک و از سلطنت الله است. ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، این مدعای سوره هست، بخش مقصودی و محوری سوره است. ای بغیر از الله، من ولی، هیچ حامی که حمایت کند شما را، ولا شفیع، هیچ کسی که شفاعت بکند، بتونه برای شما شفاعت بکند. افلا تتذکرون، آیا پند نمیگیرید ای عابدان غیر الله، ای کسانی که غیر خدا را پرستش میکنید؟ آیا شما پند نمیگیرید؟ شما نصیحت حاصل نمیکنید؟
یدبر الامر من السماء الى الارض. دلیل توحید دوم هست. الله مدبر امور است، تدبیر می کند، رتق و فتق می کند، بالا و پایین می کند از آسمان تا زمین. ثم یعرج الیه، سپس عروج می کند به سوی الله، یعنی همه می روند. فی یوم کان مقداره، در روزی که مقدار اون روز 1000 سنه مما تعدون، 1000 سال است از آن سالایی که شما حساب می کنید. یعنی و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون. جای دیگه هم خواندی یک روز خدا به اندازه 1000 سال شما هست. در آیه دیگه هست 50,000 سنه، 50,000 سال که اونجا عرض کردم بر اساس بندگان هست. بعضی اعمالشون خیلی خراب، خیلی سخت میگذرد، بعضی اعمالشون خوب است، بهتر، بعضی مثل برق میگذرد. ذالک عالم الغیب والشهاده، این ذات، این خالق کل، این مدبر، این متصرف ذاتی هست که عالم الغیب و الشهادت هست. برای الوهیت دو صفت بود، یکی تدبیر، یکی علم. اول تدبیر، این علم. ذالک عالم الغیب و الشهاده، این ذاتی هست که داننده غیب و نهان است، نهان و عیان، ظاهر و باطن. العزیز الرحیم، غالب هست و مهربان هست، هر کاری بخواد میتونه، اما مهربان است برای بندگان خودش. الذي احسن كل شيء خلقه، آن ذاتی که زیبا کرد هر چیزی را که پیدا کرد، هر چیزی را که پیدا کرد زیبا. و بدأ خلق الانسان من طین، انسان را آغاز کرد از گل. اول خلق انسان را آغاز فرمود از گل. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین، سپس قرار داد نسل انسان را من سلالة، یعنی از خلاصه، از آب مهین بی ارزش. آب مهین چی هست؟ نطفه هست. ببین چطور اینجا سلاله گفت. بسیاری از علما نوشتند که از مطالعه بدن انسان و وجود انسان و خواص انسان و خوراکی ها معلوم میشه که این نطفه خودش یک خلاصه ای هست. انسان غذایی که میخورد چندین لقمه، بعضی میگن 40 لقمه، بعضی میگن بیشتر، از این همه لقمه ها خلاصه این لقمه چند قطره خون است. از چند لقمه که شما میل میفرمایید چند قطره خون پیدا میشه. بعض از قطرات متعدد از خونها که تصفیه میشند و در این دستگاه های تصفیه که الله در درون انسان پیدا کرده، از یک قسمتی پمپاژ میشن به یک قسمتی تصفیه میشن، از فیلترهای متعدد رد میشن، از چندین لیتر خون چند قطره منی پیدا میشه. از اون منی باز انسان درست میشه. پس منی را که سلاله گفته، خلاصه گفته، واقعا خلاصه ای هست از خون، و خون خلاصه ای هست از چی؟ از طعام و خوراک. لذا الله می فرماید ثم سواه، سپس همین انسان را برابر کرد، و نفخ فیه من روحه، و از روحش در او دمید. نسبت روح تشریفی است به طرف الله، حقیقت روح را الله میداند. و جعل لكم السمع والابصار والافئده، الله قرار داد برای شما سمع را، گوش را، چشم را، دل را، برای شنیدن، برای دیدن، برای درک کردن. قلیلا ما تشکرون، اما اندک هستند اونهایی که شما شکرگزاری میکنید. شما اندکید اون انسانهایی که سپاسگزار و شاکرید. الله ما را جز سپاسگزاران بگردانند. و قالوا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید. این است ناسپاسی، این است ناشاکری. الله انسان را درست کرده، همه نعمتها را بهش داده، میگه برای قیامتت آمادگی بکن. این انکار میکنه، کفر میکنه. میگه اذا ضللنا، این زجر و توبیخ است. اذا ضللنا فی الارض، آیا وقتی که تو زمین گم شدیم؟ چطور در زمین گم میشه؟ وقتی که انسان را دفن بکند بدن شیرازش کم کم از هم میپاشه،
تبدیل به خاک میشه، گم میشه دیگه. وقتی که گم شدین در زمین، انا لفی خلق جدید، آیا ما در خلق جدیدی خواهیم بود، در پیدایش جدیدی؟ الله می فرماید بل هم بلقاء ربهم کافرون، بلکه این انسان ها نسبت به ملاقات ربشان منکر و کافرند. الله می فرماید بله، چرا پیدا نمیشید؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو ای انسان ها شما را وفات میدهند، شما را میگیرن، روح شما را، جان شما را. ملک الموت، فرشتگان مرگ، الذی وکل بکم، همون فرشته مرگی که برای شما سپرده شده، مأموریت داده شده. ثم الی ربکم ترجعون، سپس به سوی ربتان برگردانده میشوید. خب اونجا که برگردانده میشوید چه حالتی دارید؟ الان الله تعالی تخویف اخروی بیان می فرماید، شمه از احوال یک مجرم را در روز قیامت برای ما بیان می کند. ولو ترى اذ المجرمون، اگر ببینی ای مخاطب یا ای پیغمبر، هر دو تفسیر درسته، اگر ببینی ای مخاطب قرآن، اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، زمانی که مجرمان در روز قیامت سرشون را پایین گرفتن نزد ربشان، سرشون پایین از خجل هستند. چی میگوین؟ ربنا ابصرنا و سمعنا، بار اله ما اینجا که آمدیم دیدیم و شنیدیم. ابصرنا ای البعث، ما اینجا قیامت را دیدیم، و ما وعدتنا به، آنچه که وعده داده بودیم ما خودمان دیدیم. و سمعنا، و ما شنیدیم که اینجا چه خبر است. لذا الان یک تقاضا داریم، چی میخواهی؟ فرجعنا نعمل صالحا، ما را برگردان به دنیا که ما میخواهیم عمل صالح بکنیم. انا موقنون، ما الان یقین داریم، الان باور داریم، الان ایمان داریم. الله میگه نه دیگه تمامه، برگشت دیگه نیست. الله میفرماید قبل از اون که این تمنا را بکنی ای انسان، الان به اون روز ایمان داشته باش و برایش آمادگی بکن. خب در دنیا الله چرا همه انسانها را هدایت نمی کند؟ الله می فرماید ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها، اگر ما بخواهیم می دهیم به هر نفسی هدایتش را، همه انسانها را هدایت می کنیم. اما قبلا عرض کردیم این هدایت جبری میشه، یعنی همه را انسان وادار بکنی یلا شما بیاید به مسیر توحید، به مسیر حق، باید ایمان را قبول کنی. خب میشه ایمان جبر. اون وقت دنیا دار امتحان نیست، دار اکراه هست، دار اجبار است. ولکن لیبلوکم، ما در آیه دیگه خواندیم الله شما را همه را بالاجبار هدایت نمی کنه، شما میخواد امتحان بکنه، شما را اختیار داده چیکار میکنید. ولکن حق القول، اما یه چیز دیگه هست در ازل الهی، در تقدیر ازلی یک فیصله شده. اون فیصله چی هست؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، حتما من جهنم را پر میکنم از جنات و از انسان ها همگی. لذا بعضی ها گمراه میشن، جهنم باید پر بشه. لذا الله اونجا به مجرمان میگه فذوقوا بما نسیتم، بخورید به سبب بچشید به سبب آنچه که فراموش کردید لقاء یومکم هذا، ملاقات این روز را، دیدار با خدا را در این روز شما فراموش کردید. لذا انا نسیناکم، ما هم شما را فراموش میکنیم. و ذوقوا عذاب الخلد، بچشید عذاب همیشگی را، عذاب دائمی را، بما کنتم تعملون، به سبب اینکه شما عمل کردید. لذا به سبب عمل کردتون عذاب جهنم را بچشید. اما مؤمنان، بشارت و مجده برای مؤمنان، خوشا به حال مؤمنانی که این صفات را دارند. الله می فرماید انما یؤمن بآیاتنا الذین، جزی نیست که ایمان می آورند به آیات ما. چه کسانی؟ الذین اذا ذکروا بها، آنانی که هرگاه پند داده می شوند
هرگاه تذکر داده می شوند بها به این آیات خروا سجدا به سجده می افتند و سبحوا بحمد ربهم و در سجده تسبیح و حمد رب را میگویند سبحان ربی الاعلا. حمد و تسبیح رب را میگویند و هم لا یستکبرون، آنها تکبر نمی کنند. فراموش نکنید آیه سجده هست، بعدا سجده تلاوت بکنید، واجبه. لذا الله می فرماید مؤمنان من هرگاه که از من یاد بشه آنها به سجده می افتند و در سجده رب را تسبیح و تحمید می کنند و آنها تکبر نمی کنند، از سجده پروا ندارند. و وصف دیگرشان اینجا الله تعالی چند وصف بیان کرد. یک، خروا سجدا به سجده می افتند. دو، و سبحوا تسبیح می گویند. سه، به حمد ربهم تحمید می گویند. چار، و هم لا یستکبرون تکبر نمی کنند. پنج، تهجد می خوانند. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، الله می فرماید فاصله گرفته بدنشان، جنوبشان جنب میگویند این دنده ها پهلوها را، کنار بدنشان فاصله گرفته از رخت خوابها. شب وقت خواب بر رخت خواب نیستند، وقت خواب بر سجده هستند. سبحان الله، چقدر زیبا هست این صحنه که رخت خواب افتاده اما انسان با ربش راز و نیاز می کند. لذا الله می فرماید یدعون ربهم خوفا و طمعا، رب را ندا می کنند، رب را صدا می کنند، دعا می کنند در حالی که خوفا و طمعا، هم از رب می ترسند هم طمع دارند. الایمان بین الخوف و الرجاء، ایمان همینه که انسان هم از خدا بترسه هم امیدوار باشه. اینجا صفات این مؤمنان را الله فرموده، هم می ترسند هم طمع دارند. می ترسند که مبادا بخشیده نشیم، هم طمعگار و امیدوارند. و مما رزقناهم ينفقون، تنها عبادت جانی نمی کنند. الله می فرماید رزقی که ما به اونها دادیم هم خرج می کنند در راه ما، به همه می دهند، همه را خوش می کنند، بیوه زن را شاد می کنند، یتیم را شاد می کنند، فقیر را خوشحال می کنند، گرسنه را سیر می کنند. و مما رزقناهم ينفقون، این مؤمن است. برای این مؤمن الله چی آماده کرده؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ نفسی نمیداند چه مخفی شده برای اون، چه چیزی پنهان کرده الله برای اون. من قرة اعین، از خنکی چشم، یعنی الله بهش نعمتهایی میده که چشمش خنک میشه، دلش شاد میشه. جزاء بما كانوا يعملون، این جزا هست به سبب اون چی که اونها عمل میکردن. این سبب ظاهریه، انشاءالله که به بهشت بریم سبب ظاهری اعمال ما هست، این نماز و روزه ما هست. سبب حقیقی فضل و لطف رب ما هست. فضلا من ربک، چند بار شما خواندید جزاء بما كانوا يعملون. پس ببینید سبب ظاهری. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، الان ما صفات هم مؤمن را خواندیم هم فاسق را خواندیم، مشرک را خواندیم. الله می فرماید آیا کسی که مؤمن باشد و فاسق باشد برابرند؟ هرگز نه. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، آیا اون انسانی که مؤمن و مخلص باشد مثل اون انسانی است که فاسق و کافر است؟ لا یستوون، اینها هرگز برابر نیستند. بنویسید نه حالا نه معالا، نه فعلا اینها برابرند، نه به اعتبار نتیجه و انجام. چه فرقی دارند؟ اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اما آنانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام میدن، فلهم جنات المأوا، برای اونها جناتی هست که مأوا و جایگاهشان هست. نزلا بما كانوا يعملون، این مهمانی هست، پذیرایی هست، ضیافتی از طرف الله است به سبب آنچه که عمل کردند. و اما الذين فسقوا، اما کسانی که فسق کردند از دین خارج شدند، فمأواهم النار،
جایگاهشان آتش است، چنان آتشی که کلما ارادو ان یخرجوا منها، هرگاه بخواهند خارج بشند از آتش، اعیدوا فیها، برگردانده می شوند. ما خواندیم در آیه دیگر که داروغه های جهنم با گرزهای آهنین، لهم مقامع من حدید، با گرزهای آهنین اونجا ایستادند. این جهنمی بدون اختیار میاد بیرون، نمیتونه تحمل کنه، اون با گرز میزنه سرش، دوباره به قعر جهنم میفته. لذا الله میفرماید کلما ارادو ان یخرجوا منها، هرگاه اراده میکنند که بیاین خارج بشوند از جهنم، اعیدوا فیها، دوباره برگردانده میشوند. و قیل لهم ذوقوا، به آنان گفته میشه بچشید عذاب النار، عذاب آتش را، الذی کنتم به تکذبون، آن آتشی که شما آن را تکذیب میکردید. ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر. الله خیلی مهربان است، سبحان الله. الله میفرماید ما قبل از این عذاب اکبر که عذاب جهنم باشد، در دنیا عذابهای کوچک کوچک به شما میدیم. به چه منظور؟ به منظور این که اینا گوشمالی هستند، شاید شما برگردید به طرف خدای عزوجل. برای شما مصیبت میاریم، برای شما مشکلات میاریم. این مصیبت و مشکلات برای اینه که انسان برگردد. بسا انسان ها هستند که در مشکلات توبه میکنند، میدونن که این گرفت خدا هست. لذا برای شما قحط سالی میاریم، برای شما آسیب های جانی مالی میاریم، مریضی ها میاریم، مریضی های مزمن، شاید شما برگردید. ولنذيقنهم من العذاب الادنى، حتما ما میچشانیم این انسان ها را از عذاب ادنا. ادنا از عذاب پایینتر در دنیا، منظور بنویسیم مصائب دنیا. دون العذاب الاکبر، بغیر از اون عذاب بزرگ، یعنی موعود فی القیامه. اون عذاب موعود در قیامت غیر از اون دیگه عذابهای کوچک کوچک. چرا؟ لعلهم یرجعون، شاید برگردند، توبه کنند از کفر، از شرک، از معصیت، توبه کنند به سوی ما بیاید. پس گاهی برای ما مشکلی مصیبتی در دنیا می آید، فکر نکنیم که عذاب هست به معنای گرفت خدا، بلکه شاید گوشمالی هست، خدا میخواد ما را به خود متوجه کنه. شما در سوره توبه خواندید، الله میفرماید اولا يرون انهم یفتنون فی کل عام مرة او مرتين، آیا این انسان ها نمی بینند در هر سال یک بار دو بار خدا اونها را به امتحان مبتلا می کند، به مشکلات گرفتار می کند، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، بعد از اون توبه نمی کنند، پند نمی گیرند. پس این مشکلات برای چی هست؟ برای توبه و پند گرفتن است. این آیه هم همین را میگه، لعلهم یرجعون. اما از این انسان بدبختر، ظالمتر و نامرادتر و ناکامتر کسی نیست که از این آیات پند نمیگیرد. و من اظلم ممن ذکر بآیات ربه، چه کسی ظالمتر است از اون انسانی که پند داده می شود به آیات رب، این پندهای بلیغ، این موعظه های بلیغ، ثم اعرض عنها، سپس اعراض میکند از اون آیات. انا من المجرمین منتقمون، لذا الله میفرماید ما از چنان مجرمان انتقام میگیریم. ولقد آتینا موسی الکتاب، در پایان سوره الله تعالی دلیل نقلی تفصیلی از موسی علیه السلام ذکر میفرماید که ما این دلائل را همه را خواندیم. ولقد آتینا موسی الکتاب، ما به موسی کتاب دادیم، تورات دادیم. فلا تکن فی مریة من لقائه، شما در شک نباشید از ملاقات الله. یعنی تو اون کتاب این مطلب بود که شک نکنید به ملاقات خدا می روید، روز قیامت همه شما زنده و برپا می شوید. و جعلناه هدی لبنی اسرائیل، اون کتاب را ما هدایتی برای بنی اسرائیل قرار دادیم. و جعلنا منهم ائمه، از میان بنی اسرائیل ائمه را انتخاب کردیم، پیشوایان دینی، یهدون بامرنا،
که آنها به امر ما راهنمایی میکردن لما صبروا. بله لما صبروا، وقتی که اونها صبر کردن بر تکالیف، بر مشکلات، و کانوا بآیاتنا یوقنون، و به آیات ما یقین و باور داشتند، ایمان داشتند. لذا اینها هم آمدن بنی اسرائیل را موعظه کردند، اما بعضی ها متذکر شدن، بعضی نشدن. ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه، بدون شک رب فیصله می کند بینشان در روز قیامت، فیما کانوا فیه یختلفون، در آنچه که اختلاف کردند. حال الله عزوجل تخویف دنیوی، چند نمونه تخویف دنیوی بیان می فرماید. در دنیا عذابهای مرا ببینید، درس بگیرید. اولم یهد لهم، لم یهد لهم به معنی لم یظهر لهم، آیا برای اینها روشن نشد، ظاهر نشد؟ آیا روشن نشد که کم اهلکنا من قبلهم، چقدر انسان ها را ما هلاک کردیم قبل از اینها، بنویسید به دلیل کفر و شرک. چرا هلاک کردیم؟ به دلیل کفر و شرک. ما هلاک کردیم من القرون، از قرون متمادی، یمشون فی مساکنهم، که اینها میروند در خانه های اونها. امروز شما خانه های اونها رو میروی به عنوان آثار باستانی نگاه میکنید. اینا آثار قوم عادن، آثار قوم ثمودن، به عنوان آثار باستانی ماندن. ولی آثار باستانی را نگاه کن، این فکر بکن که چرا اینا را خدا هلاک کرد. ان فی ذلک لآیات، همانا در همه این جریانات و واقعات نشاناتی هست بر قدرت لا یزال. افلا یسمعون، آیا گوش نمی کنند؟ آیا بازم توجه نمی کنند؟ اولم یرو انا نسوق الماء، این تخویف دنیوی است و دلیل دیگری هست بر اثبات قیامت. آیا اینها نمی بینند که ما آب را سوق می دهیم، می بریم الی الارض الجرز، به سرزمین خشک، سرزمین بی آب و علف. جرز میگن بی آب و علف را. فنخرج به زرعا، به وسیله همین آب ما بیرون میکنیم زراعتی، کشتی، تأکل منه انعامهم و انفسهم، چنان کشتی که چار پایانشان و خودشان میخورند، از گندم میخورند، از کاه و علف چار پایانشان میخورند. مگر نمیبینند؟ چرا درس نمیگیرند؟ چرا عبرت نمیگیرند؟ بازم الله زجر، شکوه بیان میفرماید، توبیخ میکنه. با وجود این دلیل حال مشرکین میگفتن خب کی هست عذاب شما؟ کی هست فیصله؟ بیاری زودتر بکنید. و یقولون متی هذا الفتح، آنها میگویند کی هست این فتح، یعنی فیصله. ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگویید. الله در جواب میگه قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم، ای بدبخت ها، روز فتح می آید، ولی این را بدانید که یوم الفتح، در اون روز فیصله، لا ينفع الذين كفروا ایمانهم، فایده نمیده آنانی را که کفر کرده ایمانشان. به محضی که عذاب را ببینم مثل فرعون میگه ما ایمان آوردیم، ولی ایمان فایده نمیده. ولا هم ینظرون، و آنان مهلت داده نمیشوند. در آخر الله تسلی میده رسولش را، حبیبش را، میگه ای حبیب من فاعرض عنهم، از اینها رویگردانی کن، تبلیغ بکن، بیشتر جر و بحث نکن. بعد از تبلیغ این اعراض است، نه که قبل از تبلیغ. بعد از تبلیغ اعراض کن از اونها، رویگردانی کن. وانتظر انهم منتظرون، منتظر یوم الفتح باش، منتظر روز فیصله الهی باش. انهم منتظرون، اونها هم منتظر هستند. اونها باز منتظر هستند که برای شما مشکلات بیاد، برای شما مصائب بیاد. شما منتظر باشید ببینید که مصیبت برای کی می آید. آیا اونها از بین می روند یا شما؟ صدق الله العظیم. نداء الحق
الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.